بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، سلام به روی مثل ماهتون. قبول باشه نماز روزه هاتون. عیدتون مبارک. اینجا محفله و یک بزم قبل افطاری براتون تدارک دیدیم. دیگه باهاش رفیق و مأنوس و آشنا هستید. امیدوارم که این دقایق و آنات سر ما به سمت آسمونی برگرده که خیلی وقتای آدمی مثل من ازش دوره. خوش آمدین به امروز، خوش آمدین به محفل و خوش آمدین به رمضان. الکل میخوردم، گال میکشیدم. اینه نمیشه کشیدا. چی بدم بهشون الان؟ یه چیزی خیلی نگیرتش. خودم رو از این فضا بیرون کشیدم. آنخل؟ آنخل. آنخل. آنخل عزیز. آنخل چیه؟ انا اقول لك. البته من طرفدار بارسلون بودم چون مسی توش بود. بیا. لا والله بعرف. لا والله لا والله لا والله. عیبی نداره دیگه، گرفتن خوردمش. آنخه کی مسلمان شد؟ کسی که حالا مهمان ماست و اصلا دیگه نیاز به معرفی من نداره. حج کریم. حسن شوخی نکن، استاد ماست. استاد همه ماست. شما از کشوری اومدید که کلمه اسلام روشه. قدر این کلمه رو بدونید. به فرض اینکه شما الان صاحب العصر و الزمان لقایی داشتید، کدوم تلاوت رو هدیه میدید؟
ماشاءالله يا سلام يا سلام یه مهمون دارم از کشور اسپانیا و رسم میهمان نوازی ایرانیا رو دوست دارم با صدای دستاتون با آقای آنخل نشون بدید. ماشاءالله. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله. خوش آمدید. سلام. خیلی چطوری؟ ممنونم. بفرمایید. فقط گل آوردی برامون؟ فقط یک دقیقه بده. بله. یک دقیقه برمیگردم پیش. بله بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. تشویق بکنید آنخل عزیز رو. اسپانیا. فقط یک دقیقه بده گفت به من، یعنی یک دقیقه وقت بده به من. باریکلا. گل آورده براتون. اسپانیا. ممنونم. تشکر. خیلی ممنون. اسپانیا. خواهش میکنم. بفرما. شكرا خیلی يا ممنون. حبيبي. خواهش میکنم. الله يبارك. بفرمایید. احسنت به شما. آفرین ممنون از محبت و حق شناسید. ممنونم ازت. الله. الان کجا زندگی میکنی؟ الان تو قم دارن زندگی میکنم. از 5 سال که ساکن قمم. کی از اسپانیا اومدی؟ الان حدود 5 ساله که ساکنم اینجا. 5 سال پیش. بله. کدوم شهر اسپانیا؟ من تو مادرید. تو مادرید. بله. تو رئال مادرید. آره دیگه تیم عالیه. ما یه زمانی زمان- بازی بارسلون و رئال رو زیاد نگاه میکردیم. آره. حتی من طرفدار بارسلون اسپانیون، بودم نه؟ چون مسی توش بود. علامت باشه. خیلی ممنون. متشکرم. خب ما تماما گوشیم شما. اولا میخواستم توصیف بدم این گل ها رو چرا هدیه دادم به دوارهای عزیز و به دختران. خب اینکه من از جوانیم در کشورم وقت کوچیک بودم حدود 9 سال عاشق طبیعت شدم و این طبیعت من رو کشونده به فکر و به تفکر که یک خداوند وجود داره که این رو خلق کرده. چرا؟ چون من از یک خانواده میام که مسیحی. بیدینن. یعنی آتئیست. بله. بی خدا. بی خدا. خب. و من رو اینطوری بزرگ کردم بدون دین بدون خدا. اما وقت این طبیعت و این خلقت خدا رو دیدم به خودم گفتم نه این یک دلیل داره. و خودم با 10 سال انتخاب کردم مسیحی بشم. همینجا دین آوردم. کی تو رو کشوند به وادی اسلام؟ میخوام یک داستان تعریف کنم که این اولین لحظه بوده که یک رابطه با اسلام گرفتم. من رفته بودم انگلیستان وقت 15 سال بودم برای یک دانشکده انگلیسی که انگلیسی درس بخونم و اونجا خیلی دوستان همکلاس های ما عربستانی بودند از عربستان سعودی و 2 تا ایرانی بودند. تو انگلیس؟ تو انگلیس. بله. تو همین دانشکده که 1 ماه موندم اونجا دیگه داشتم انگلیسی درس میخوندم. بعد توی این ماه که ما اینجا گذاشتیم ماه رمضان رسیده. این ماه رمضان که رسیده اونها من دیدم دیگه الان نهار نمیخورن، صبحانه نمیخورن، آب نمیخورن. حالا هیچی از اسلام نمیدونی؟ نمیدونستم هیچ. خب اما بعد دیگه فهمیدم اونها دارن به یک آشپزخونه که دانشکده به اونها داده شب غذا دارن آماده میکنن و همه با هم میشینن میخورن و خیلی هم حال میکنن و اینا. من به این یاد گرفته اصطلاحات ما رو. دقیقاً. من البته اون که بیشتر صمیمی بوده از همین ها
همه یک از این ایرانی ها بوده و به ایشون یک روز گفتم خب من میخوام چیه داستان؟ از صبحی چی نمیخورین بعد شب دور هم میشینین غذا میچینین با هم؟ چرا این گفته خب این یک عمل دینی که ما داریم مسلمان ها که در طول روز چی نمیخوریم، طول روز آب نمیخوریم، بعد شب فقط اجازه داریم. و من گفتم من میخوام شرکت کنم، من میخوام دیگه. یعنی اصل این مناسکه برات جذاب بود، هنوز باز چیزی نمیدونی ولی قشنگ بود برات که مثلا 1 ماه در سال مسلمونا از صبح تا اذان مغرب چیزی نمیخورن، بعد شب دور هم میشینن افطار میکنن. همین جذاب بود. خب بعد اون رفیقت گفت چی؟ خب ایشون گفته دیگه ببینیم اگر میتونی، چون من میخواستم شرکت کنم مخصوصا در شب میخواستم بخورم بونا. این خیلی غذاخور بوده. بوی غذایشون میومده، بویش خیلی خوشمزه بوده، خوشمزه تر از اون غذا انگلیسی که داشتیم اونجا، مثل روزه کله گنجشی که بعضی بعد اینا گفتن بیا تو جمع ما. متاسفانه نه، این دوستان دستتو خونده بودن. آره این دوستان این برای چی داره میره اونجا؟ آره این دوستان احساساتی میشدیم، ما داشتیم احساساتی میشدیم. دست کنیم حالا وقت دوباره شروع. خب این دوستان از عربستان اجازه ندادن متاسفانه. بعد من گفتم به دوستم ببین اگر من یک روزه میگیرم شاید میتونم بیام، نه؟ گفته نمیدونن دیگه، بریم ببینیم. من گفتم خب باشه، پس من از فردا من روزه میگیرم 1 روز که بتونم شرکت کنم. خیلی باحال. خب بعد دیگه همون روز فرداش دیگه شروع کردم، دیگه هیچی نخوردم، نه آب و نه غذا، اما بعد دیگه ترکوندم. آره رفتم در تنهایی در اتاقم یک شکلات کوچولو دیدم، گفتم عیبی نداره دیگه، گرفتم خوردم. یعنی که روزم بودی اونو خورد؟ آره دیگه. خدا قبول کنه. که روزه رو به خاطر غذا داشتم میگرفتم. آره. بعد دیگه بالاخره شب رسیده و این دوست من دیگه تلاش کرده که این دوستان من رو بذارن در دور میزشون سفرهشون بشینم. متاسفانه هم موفق نشده، نذاشتن که بیام. اما ایشون به من گفته مشکل نیست، تو طول روز غذا نخوردی غیر از یک شکلات، و به من دعوت کرده 1 پیتزا. گفته بیا من دعوتت میکنم 1 پیتزا بخوریم با هم. بالاخره خدا مراد شکمو داد. بعد این بهترین پیتزای عمرم بود دقیقاً. و اینجا فهمیدم چه مزه میده واقعا این غذا، بعد از این همه ساعت ها بدون که چیزی بخورم غیر از اون چکلات. خب بعد دیگه آروم آروم گفتی خب حالا پس ببینیم قصه چیه، یعنی اصل ماجرا چیه؟ از این جذابیت یه روز نخوردنه که آدم مثلا غروب بخوره، تو رسیدی به این که بری بپرسی ماجرا چیه؟ آره. از کی؟ از همون میلاد پرسیدی رفیقه؟ نه، این دقیقاً اتفاقی افتاده، اون اتفاق مانده بگیم در زمان تا من حدود 21 سال که رسیدم که اونجا با یک از دوستان. حالا تو هنوز انگلیسی؟ نه من برگشتی اسپانیا؟ آره رفتم 1 ماه برگشتم اسپانیا. آره. خب بعد دیگه با 21 سال تو اسپانیا تو مادرید با یک از دوستان شهر من دیگه داشتیم حرف می‌زدیم، یک سیگار داشتیم می‌کشیدیم و شروع کرده به حرف زدن راجع به حزب الله لبنان. شروع کرده به توضیح دادن. اون مسلمون بود؟ نه، اون مسیحی بوده. تو خودتون داشتیم همینطوری، چون خیلی بحث‌های سیاستی داشتیم. اهل پیگیری اخبار. آفرین، اخبارها، چون اون زمان متاسفانه جنگ تو سوریه خیلی شدید بوده. میشه چند سال پیش؟ این دیگه حدود 6 سال پیش بوده. این دوست آشنا شده با حزب الله به خاطر یک از مهمون‌هایی که می آمده خونهشون، این رفیق خانوادهشون لبنانی بودن و اینها توضیح میدادن درباره جنگ سوریه و حزب الله هم چه ارتباطات و چه دفاع میکرده از مسیحیان. بعد این دوستم که تعریف میکرده دیگه برای من جذاب بوده، خیلی قشنگ بوده. بعد دیگه ادامه دادیم روز به روز درباره این مسئله. ایشون هم یک نکته جالبه که اون مسلمون هم نبوده، ولی اون مسلمون نبوده، علاقه‌مند بوده به موضوع. بله 100%. و اینکه درباره اسلام هم داشته تحقیق میکرده. به نظر من یک فلش بک بزنیم. فکر میکنم اون حمایت حزب الله از مسیحیان این براشون جالب بوده. بله.
یعنی براشون جذاب بوده که مسلمونا فقط جذب دیگه. آره فقط مسلمونا رو نمیبینن، نگاه همه وسیعی دارن، نگاهشون مردمن و بله دقیقاً. دوستی. بله. یک نکته که برای من همون مهم بوده این که به من نشون داده که مسلمان‌های مذهبی وجود دارن که فقط داعش نیستن. چون متاسفانه در غرب این رو خیلی تبلیغ میکنن آره. که اگر تو مثلا اسلام مذهبی مترادف با داعش، آره تو اسلام مذهبی هستی، مسلمان مذهبی رو رعایت میکنی، اسلام رو دقیقاً شبیه داعشی میشی. وقت اینطوری نیسته. دقیقاً اینطوری نیست. از خلال این حرفا رسیدی به اینکه بالاخره کی به تو گفتش که حالا که انقدر علاقه‌مند شدی پس بیا اگه میخوای مسلمون بشی آدابش اینه؟ کی بود؟ کجا بود؟ البته کسی به این صورت من رو دعوت نکرده غیر از حرفای این دوستم که حرف زده هم راجع به قرآن حق. به خاطر چی؟ چون این همه خانواده که دوست خانوادهش بود، این لبنانی ها که می آمدن خونهشون، یک قرآن در زبان اسپانیایی برایشون آوردند که بذارن توی کتاب خونهشون. این دوستم خیلی علاقه به کتاب داشته و یک روز دیگه این قرآن رو گرفته خونده، کاملشون خونده در زبان اسپانیایی، بعد دوباره خوندش تا 4 بار خوندش. بعد می آمده با من، چون هر بعد از ظهر دیگه با هم می شدیم، سیگارمون رو می کشیدیم با هم و حرفایمون رو می زدیم. بعد شروع کرده به تعریف کردن راجع به این قرآن، چه حرفای زیبا بودند. بعضی از آیات‌ها به من نشون داده در اسپانیایی. من توجه کردم، گفتم این دینه که من فکر کردم اسلام بوده که اینجا خیلی الان دارن تبلیغ میکنن که مثلا داعشی ها اینطوری و اینطوری نیست. این یک دین خیلی زیبا و این حرفا که به دل میچسبن. الذي خلقني فهو يهدين الله 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 والذي هو يطعمني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي این آخر که خوندم این مال شکلات بود. والذی یغفر لی. آن خیلی کی مسلمان شدی؟ خب بعد از این داستان این دوستم 1 سال بعد یا 1 سال نگذشت من رو برده به یک مرکز اسلامی، چون خودش هم علاقه‌مند بوده و در مادرید در حالت تحقیق بوده. من رو برده یک مرکز اسلامی شیعه که یک شیخ اونجا بوده که اسپانیایی هم بود. با ایشون جلسه ها اخلاق و احکام داشته که برای چند تا جوان ها کلاس میداده، حدود 9 نفر کلاس میداد. من شرکت کردم اونجا بیشتر علاقه به اسلام پیدا کردم و داشتم به خودم میگفتم واقعا این حس میکنم دین طبیعت منه. این یک دینه که میچسبه به خودم، به طبیعت خودم. طبیعت منه، اون نهاد من اینو میخواد، درون من اینو میخواد. وقتی حرفایشون از اخلاق میشنیدم که میگفته باید دعوا کنیم، باید جنگ کنیم اولیتمو با نفس خودمون، من گفتم آفرین.
آخه تو هم شیطون بودی اینجوری که داری میگی دیگه. شیطون که بودم البته. شیطون بودی بله دیگه. بله. معلومه دیگه. من قبلا دیگه خب خدا ببخشید. بابا یه شکلات خورده حالا. نه یک شکلات. بابا یه داره میگه خدا ببخشه، من نمیخوام بگم. اینی که ما دیگه. میبینیم این پیشینه عجیبی داره. قیافه اصلا مشخصه خیلی قلابه. ولی کشته صداقتشم، مرده صداقتشم. سوال بپرسم؟ بله بفرمایید. حالا این که مسلمون شده خب مبارکش باشه. انشالله که حواشو داشته باش، مهمونه ها. اهل عمل باشیم همه ما. من میخوام قبل اسلامش ببینم چی بوده. من اون شخصیتشو میخوام بدونم. خیلی جذابه برام بدونم ایشون چی بوده. این که گفت که من اینطور بودم، خب منم میگم اونطور بودم. این چی بوده اینطوری بودم من همه کار کردم؟ خب منم یک بنده گناهکار خدا. من میخوام بدونم این چیزی که از نظر تو بده مثلا قبل اسلام آوردن چی بوده؟ یه توضیح کوچیک واسه من بده. خب میتونم تا فردا توضیح بدم. نه اما خلاصش کن. آره مثلش رفتی شکلات گفت. قابل پخشم باشه. آره. ببینید قبل از اینکه دیگه مسلمان بودم دیگه کلا من یک آدم معمولی غربی بودم. الکل میخوردم، هم گوشت خوک میخوردم مثلا که در اسلام مجاز نیست، هم گال میکشیدم که میگن اینجا. آره این گل برای این آوردی پس. اینو نمیشه کشید. عاشق طبیعت بودم. اینو میشه بو کردی که. آره ولی نه این کاری. بعد دیسکو پارتی و موسیقی اون دیگه در زندگی هم بود. یعنی همه این چیزها در من وارد همین فضا بودم. اما خودم رو از این فضا بیرون کشیدم. و نکته میتونسته باشه. بله. یعنی به نظرم میتونسته تو کشور خودش مهد آزادی به این جهته. بله. میتونسته باشه ولی انتخاب کرده دیگه. بله. دقیقاً. انتخاب کرده. چیزی که اولا من رو اذیت کرده از این زندگی قبلی که داشتم، خب الان این که همه این چیزها من رو سیر نمی کردم. من میخواستم سیر بشم با این. آره. من میخواستم سیر بشم با این لذت‌های دنیویه. اما اون لذت‌های دنیوی هیچ وقت تو رو سیر نمیکنن. و فرداش دوباره خالی بودن، تشنه بودم. الان راضی؟ راستش 100% و تا آخر عمرم راضیم که مسلمان شدم. آقای بوذری، من یه چیزی رو نگران این هستم که برخی‌ها که تماشا میکنن فکر میکنن که آنخل عزیز آنخل عزیز شانسی خورده به تور این، خورده به تور اون، خلاصه این هدایتش کرده، اون یه چیزی بهش گفته، اون اینجوری نیست. ببینید خود قرآن میگه که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. باید آنخل گوشاشو بگیره، در میخوام ازش تعریف کنم. یه چیزی داشته، یه شرح صدری داشته. بعضی هم ببینید افمن شرح الله صدره للاسلام، اسلامو که دیده فهو علی نور من ربه، انگار رو نور حرکت کرده، این نور داره میکشه. برخی هم متاسفانه پناه بر خدا دارد که من شرح الله بالکفر صدرن. بعضی هم شرح صدر دارن برای کفر، یعنی هرچی حرف چرت و پرت، هرچی حرف ضد خدا، هرچی حرف ضد دین، ضد فطرت، ضد چی؟ شرح صدر دارن. آنخل عزیز ما این شرح صدر رو داشته. اینها اینجوری نیست دری به تخته خورد و اسم اینو شنید و اونجا با این آشنا شد و این خبرها نیست. تو این عالم چیزی اتفاق نمیفته. با این خودش میگه من خلافکار بودم با صداقتش، خلافش هم شاید اون شکلاته نبوده. خب با این خلافکار به مفهوم مرسوم نه، یعنی حالا من یه موقعی چیزای دست آدم در میره تو زندگی دیگه. سوالی حالا من بعداً از بینندگان خواهم کرد که مؤمن و متقی حتی اهل گناه‌های سنگین ممکنه باشه. این خود قرآن میگه اینو. اون تا یه فطرت پاک آورده وسط،
خدا قلاب انداخته، اون میکشد قلاب. آقای آن چی بچه ها؟ انخل. مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که بعد از اینکه شیعه شده اسم اینوری انتخاب نکرده ها؟ چرا؟ چی؟ اسم اسلامی هم که نگفتن تا حالا. خب اینو بگو خیال همه دیگه. کیف میکردم دیگه بشتم تلاش میکنم اسمم رو بگم. خدا وکیلی گرفته ما رو. آقا گرفته ما رو. خب بگو اسمو بگو. خب اسم اسلامی من حسن مالک. خل مالک مالک. به به مالک. آقا رسالت آقا نعم المالك مالكنا لولا المالك لهلكنا نعم المالك مالكنا لولا المالك مهلكنا نعم المالك مالكنا لولا المالك لهلكنا لولا المالک لهلکنا. اینقدر نمیذارن حرف بزن تا آخر کافر بشه. بابا مخلصی. مالک جان. آقا جان ببخشید جانم. فقط یک چیز دیگه میخواستم بگم. این تصویر رو عوض کردم. الان یک مسجد دیگه که این فکر کنم در زاراگوزا. در کجا؟ زاراگوزا. زاراگوزا. آره رئال زاراگوزا. این هم از اثرهای مسلمان ها اون زمان الاندلس که موندن تو اسپانیا. این زیبایی هنوز اونجا هسته بعد از 800 سال بیشتر. اصلا اسپانیا به معماری و زیبایی معروفه دیگه. اینو که میدونیم. و بالاخره کجا اسلام آوردی و کی شیعه شدی؟ این قشنگه. بعد از اینکه این گفتگوها با این دوستم داشتم، رفتم این مرکز اسلامی و اونجا شرکت کردم تو اون کلاس ها. ما رو دعوت کردم بیایم ایران. بیایم ایران مسافرت کنیم، بیشتر آشنا بشیم. اون مرکز اسلامی دعوت کرد. بله، به ما گفته دیگه میخوای بیای بریم عنوان یک گروه بریم ایران رو بشناسید. این شیخ خود عنوان مثلا راهنما. بله. ایران رو بشناسیم و به شما دیگه نشون میدم یک کشور که همه شیعه هن. البته همه شیعه نیستیم اما اکثرشون شیعه هستن. نشون میدم به شما که شما ببینید چجوری جمعیت اسلامی یک کشور اسلامی چجوری هست. بالاخره قبول کردم، اومدم ایران. تقریبا تصمیمم برای مسلمان شدن، برای شهادتین خواندن داشتم، اما این راه رو شروع کرده بودم هم کنار یک دوستم. 3 دوستیم البته. این که قرآن خونده بوده و تعریف میکرده و یک دوست در کنار که هم هر سه ما حرف میزدیم. ایشون اومده ایران با من هم و اون تصمیم رو گرفتیم که شهادتین بخونیم. وقتی رفتیم حرم شاه عبدالعظیم تو شهر ری، حرم حضرت عبدالعزیز، و رفتیم اونجا. نیت کردیم تو حرم اونجا. بله که یک جای مقدس، یک جای با آبرو و ارزش. تا رسیدیم اونجا دم در شاه عبدالعزیم، سیارتشون رو خوندیم. البته برای ما هم ترجمهشون کردن. یک شیخ عزیز اسمش شیخ روح الله کیمیان و ایشون برای ما تعریف کرده این زیارت عزیز. بعد اونجا از دست شیخ جعفر که همین شیخ که من رو راهنمایی کرده تا برسیم به این مکان، شهادتین من رو خوندم و مسلمان. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی شهادتین رو خوندیم گفته برای که ثابت کنیم که شما شیعه هستی، اشهد ان علی ولی الله. تویی که هستی ما خلق شده بر عطای تو مستدل، ز محیط جود تو منتشر قطرات جان رشحات دل. به دل تو چون دل عالمی شده متصل. نه همین منم به تو مشتغل، نه همین منم ز تو مشتعل. دل هر که می نگرم درو بود اشتغال تو یا علی. یا علی چو عقول و افئده را نشد ملکوت سر تو منکشف. چو عقول و افئده را نشد ملکوت سر تو منکشف. ز بیان وصف تو هر کسی
رقم گمان زده مختلف، همه گفتند و نگفته شد ز کتاب فضل تو یک الف. فصحای دهر به عجز خود ز ادای وصف تو معترف، بلغای دهر به نطق خود شده اند لال تو یا علی. یا علی به به، دم شما گرم. به به. چه کرده فؤاد کرمانی، چه تسمه ای از گرده ادبیات کشیده تو این کار. دم شما گرم. زنده باش. خیلی ممنون. زنده باش. خب انشالله مالک باشی برای آخه انشالله مالک اشتر باشی برای به نظر من اینا از ما جلوترن. از من که حتما فرزندی ها جلوتره. ما توی خانواده به دنیا آمدیم که چشم باز کردیم نماز خونده شد. آره درسته. مسجد و اینا. حالا با دیدن شما، مثلا شما برگشتین خونه، خانواده شما وقتی دیدن شما تغییر کردی، آیا براشون جالب بود؟ یعنی شما برای اونا بهتر شده بودی؟ بله، من اولا که دیگه که تعریف کردم شهادتین من رو خوندم اینجا، دیگه من برگشتم اسپانیا. وقت برگشتم اسپانیا دیگه مادر هست. مادرها دیگه یک حس هفتم دارند. ایشون وقت رسیدم و پرسیده چطور بوده، نشسته با من چطور بوده سفرت فلان. اولین چیزی که از من پرسید با من توجه کردم، گفته شما الان نماز میخونید؟ بلد بود یعنی مادر نمازو میدونست نماز چیه؟ آره میدونه که مسلمان ها نماز میخونن، اما با این سوالشون منظورشون بود اینه که مسلمان شدی؟ آره. و من بهشون گفتم آره مسلمان شدم. عکس العملش چی بود؟ بعد دیگه خب توجه کرده، خیلی چیزی نگفته. اما با طول زمان 1 ماه 2 ماه من خودم میخواستم نشون بدم و نشون دادم و الان زمان الان به من میگه خیلی خوشحالم که مسلمان شدی، چون واقعا اخلاقتون رفتارتون و خودتون رو ساخت یک مرد بزرگ، یک مرد خوبه. ببخشید از خودم تعریف کنم، من دهن مادرم دارم میگن. اونجا باور نکرده دفعه اول که گفتی واکنشی نشون نداد. صبر کرده ببینی واقعا این یه مدتی که خونه هستی چی کار میکنی. آره. دفعه اول باورش نشده احتمالا، گفته خب حالا اینم یه حس زودگذری مثل همه ایامی که گذروند. آره. آنخل دیروز مالک امروز، آرزوت چیه؟ آرزوی آینده یعنی ببین دیدی همه چیو تجربه کردی، حالا خوب بد کار ندارم، اصلا ارزش گذاری نمیکنم. الان اینجا وایسادی، مسلمان شیعه محب امیرالمومنین عاشق امام حسین، رسیدی به اون چیزی که آرامشی که خواستی از خدا طلب کرد. آرزو چیه ته دل؟ آرزویی که دارم برای آینده‌ام و آینده کشورم این که اون مرکز اسلامی که من رفتم اونجا بگیم هدایت شدم، اونجا آشنایی با اسلام گرفتم دوباره باز بشه، چون متاسفانه بسته شد. چرا؟ و آرزویم این که یک روز بر بگردم کشورم با همین دوستان که هنوز در ارتباطم هر روز، همون دوستان که سر کلاس اخلاق و احکام بودیم، و مبلغ بشی اونجا. مبلغ بشم، باز کنیم یک مرکزی که بتونیم دیگران که همین طوری که مثل من اون تشنگی رو دارند دین رو پیدا کنن، راه رو پیدا کنن و هدایت بشن. آفرین. انشالله موفق بشی. خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. آقای موسوی قبل از اینکه تموم بشه ایشون تا حالا زیارت کرده یا نه؟ جواب سید حالا زیارت کردی یا نه؟ کربلا رفتی؟ کربلا. بله الحمدلله توفیق داشتم. حدود 5 سال پیش، همون 5 سال پیش؟ 5 سال پیش آره، فقط یک بار تونستم برم کربلا.
همه توفیق داشتم برم خب کربلا. اگه اجازه بدید ایشون به ما گل دادن، من هم چیزی که شما از اون چیزایی که گفت که استفاده میکردم ندی بهش. این گفت که من گل میکشیدم این آورد، یه چیزای دیگه هم گفت. آقا اون گذشت. آقا حامد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. آره اون تموم نه شد ترک دیگه. کرده مدتیه. به نظر خب چی بدم بهشون؟ یه نفر یه حامد چیزی خیلی نگیرتش بتونه سالم. حامد جان در میخوام. تجربه بسوزه ها. آره هم نشینیه با شما این. خب سید حسنین الحلوی عزیزم رو تشویق بکنیم. چی آوردی براش حسن اینجا؟ خب به عزیزانی که برای اولین بار اینجا حاضر هستند توضیح بدیم که این انگشتری که از حرم ابوالفضل آوردن، الله سنگ این انگشتر حدود بیشتر از 70 سال روی قبر شریف حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. اینو هم از دست خادم آقا ابوالفضل داری این انگشتر رو میگیری. موفق باشید. تشویق بکنید حسنین رو. الله يبارك فيك حبيبي حبيبي ان شاء الله هم کربلا که اومدید خدمت هستیم ان شاء الله. خیلی تشکر. والدیک حبیبی الله يبارك لطف فيك. کردی بابا. خیلی ممنون. ممنونم ازت مالک جان. یه بار دیگه تشویق بکنید مالک خیلی عزیز. ممنون. ممنون از شما. چه لذتی داره که صدای آدم تو حرم امیرالمومنین پخش بشه. کسی که حالا مهمان ماست و اصلا دیگه نیاز به معرفی من نداره. استاد کریم منصوری رو تشویق بکنیم. اهلا 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 حجی کریم. خوش آمدین آقای منصوری. ارادتمندم. مشتاق دیدار. خوش آمدین. بفرمایید بفرمایید. اهلا و مرحبا حیاک الله. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. این آهنگ همونی که اول سریال حضرت یوسف استاد خونده. البته که کمال بی‌انصافیه همینجوری بخوای از یه کسی یه تلاوتی رو که 20 سال پیش انجام داده الانم انجام بده، ولی من این توان رو در استاد میبینم و ازشون 20 خواهش سال پیش میکنم. یعنی وقتی سنشون تقریبا 90 سالشون بود. بله ببین حسن شوخی نکن، استاد ماسا. خب استاد همه ماست. ما خلاصه شما اون موقع های حسن 70 ساله. استاد میشه ازتون خواهش کنم، یادتونه توی ترکیه چقدر مردم از شما درخواست میکردن این فراز رو بخونید؟ مردم ترکیه عاشق این فیلم، عاشق این قسمت تیتراژ سریال از یوسف بودن. بسم الله. یه صلوات محمدی بفرست. اللهم صل محمد وعد الفرج. ما شاء الله ما شاء أعوذ الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قعد حلوة حلوة حلوة. يعني ما شاء الله الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك
صدق لا صدق وقف وقف قد قال يوسف همه میخونیم میخونیم همین پرده که ایشون خون این پرده که ببینم یلا بگید پرده که همین پرده خیلی یلا بسم الله حج کنیم ترجیح شما حالا شما گوش کن ببین ما درست میخونیم یا نه میخوام نمره بدی به ما استاد ما هم بخونیم یلا نه همه میخونن همه میخونن یلا حاجی کریم ایشون شروع کنه نه بشه گوش کنه فقط گوش کنه آره بذار گوش کنه فقط با دستش جواب میده 1 2 3 قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله 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 ما نشد همه ما حریف یه نفر نشدیم هممون حریف یه نفر نشدیم هزار ماشاءالله زنده باشین آقای آقای قوزری حیف از این یه نکته 1 دقیقه 2 دقیقه بگم. ببینید عزیزان بینندگان، حضرت یوسف معروف به این که خوشگل بود ولی این تو قرآن نیومده. تو خوشگل بوده ولی یه سجایای اخلاقی فوق‌العاده‌ای نقل شده. من یه چشمشو بگم، اومدن از زندان آزادش بکنن برای وزارت اقتصاد دارایی مصر. میگه اول اون پرونده قضایی ما رو لطفاً ببندین، ما بالون نسبت اللاتی قطعنا ایدیهن. اول با یه پرونده باز قضایی، اونم پرونده جنسی، این ما میخوایم بشیم وزیر اقتصاد دارایی مصر که اینجوری که نمیشه. اول برید اون پرونده رو ببندید، بعد ببینید اینجوری میگه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. آقا معلوم بشه من خیانت نکردم، من خیانت نکردم. تا میگه من خیانت نکردم میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. آقا من میگم من خیانت نکردم، نه اینکه من پاکار خیانت نیستم، خدا حفظ کرده. اگر کسی ما پاکار هر گناهی آقا بگید هستیم، خدا اگر یه کارایی رو نمی کنیم خدا ما رحم ربی ما رو نگه داشته. این سیرته، نه کسی خودشو برتر از گناه بدونه، نه دیگران رو به خاطر گناه سرزنش کنه، تعییر بکنه، سرزنش بکنه. خدا میذاره تو کاسش داریم من عیر مؤمنا لم یمت حتی یرکبه. کسی که یه مؤمنی رو به خاطر کار زشتی سرزنش بکنه، و پیف این چه کارایی میکنه، چه کارایی از دستش برمیاد، نمیمیره مگه تو کاسه خودش گذاشته میشه. این میشه سیره، یکی از چشمه‌های سیره حضرت یوسف. احسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا رحيم. اي نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله 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 سبحانه وتعالى. بعد عيدها. سبحان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله الله بعد أجيب. سبحانه. أجيب. سبحانه. أجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
دعوة الداع إذا الله 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 الله. نعم نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت. صدق الله ما شاء الله. العلي ما شاء الله. العظيم. اللهم الله 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 الله. أحسنتم. طيب الله. حاج کریم احسنت. زکات العلم نشره. و شما هم یک مثال خوبی از این آیه هست الذين يبلغون رسالات الله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله. به چند تا کشور رفتید و تا حالا و مهمترین چند تا سفراتون کشور رو نرفته، اون یه بیشتر یادش. فقط مهمه که این جواب بدید. چند تا نرفتی؟ ایوه. اون اجلاسی که چند سال پیش برگزار شد الحمدلله خدا عنایت کرد، من سوره شمس رو داشتم میخوندم یهو شک کردم از سوره لیل و سوره شمس اول و لیل و نهار اذا جلاها و لیل اذا یغشا سوره شمس. سوره لیل برعکسه و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. همونجا توسل پیدا کرد به آزاد که ما رو ترسونده بودن، گفت آقا پخش مستقیم و خلاصه کنفرانس مهمی و فلان. خدا عنایت که ما عنایت خداست. بعد از اون الحمدلله خدا عنایت که و پادشاه ها و مقامات مختلف کشور دیگه ما رو دعوت کردن، از جمله شاه مراکش، ولی عهد اردن ملک حسن، وزیر خارجه عمان یوسف بن علوی و چند تا از مقامات دیگه که الحمدلله نزدیک 30 کشور من رفتم. یکی از این خاطرات ما توی سنگاپور بود، داشتم قرآن میخوندم، دیدیم یه بنده خدای منقلب شده بود، خیلی پیرمردم بود و خیلی منقلب شده بود. از بغل دستیم گفتم سوال کن چه مشکلش چیه؟ بنده خدا خیلی منقلب شده بنده خدا. ایشون در جواب گفتن گریه من گریه شوقه، گریه حزن و اندوه نیست و شما از کشوری اومدید که کلمه اسلام روشه، قدر این کلمه رو بدونید. این اسلام رو کشور شماست و شما بوی سلمان فارسی میدید. خیلی اومدن اینجا قرآن خوندن ولی شما خلاصه قدر این کلمه رو بدونید و ازش حفاظت کنید و خلاصه این خاطره آقای منصوری رو باید به حرف آورد. نوبتم رسید؟ خب اشکال نداره. حاج کریم تازه میگه نوبتم رسید. این هم میخوام حرف عراقی ها اونا که هی میرن ته صف دوباره میرن سر صف میگیرن دوباره میرن ته صف. آخه شیرین حرف میزنه. حاج کریم بفرضین که شما الان با صاحب العصر و الزمان لقایی داشتید و به ایشون میخواید یکی از مهمترین تلاوت‌های شما یا کارهای شما به ایشون هدیه بدید، کدوم تلاوت رو هدیه میدید؟ جواب میترسم چون امام ظاهر باطن منو میدونه، میترسم معلوم نیست، خدا باید یوم تبلی السرائر اونجا مشخص میشه.
میترسم اینو از اینجا عذرخواهی میکنم. انشالله که امام زمان شما رو بپذیره و پذیرفته. موقف یا شکرم اون به نظرم اون قاری که بهش تأسیس کنیم و یاد بگیریم، اون قاری که روی نیزه قرآن خوند، اون قاری اصلی که باش همه ما بهش تأسیس کنیم، قرآن عملی و قرآن ناطق. همه ما باید اون آقا تأسیس کنیم. اون اسمه ماست. اون آیه رو هم بخونید حاجی. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بعد حجي بعد الله الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله الله. ای ذبح عظیم یا ابا عبدالله، مولای کریم یا ابا عبدالله، الحق که عجیبتر بود قصه تو از کهف و رقیم یا ابا. تقدیر محفل اینه که بعضی از این لحظات بی‌نظیر که آخرینش در عمر من و شما نباشه ایشالله، گره بخوره به نام سید الشهدا. با همین لبهای خشک در آستانه اذان به یاد مولایی هستیم که امام صادق علیه السلام با چشمان اشکبار می‌فرمود جد ما رو گرسنه و تشنه شهید کرد. به یاد مولایی هستیم که تشنگی رو اسباب شفاعت قرار داد. شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بشهید او قریب فاندبونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. من چنین بی کس نبودم کاندر این وادی رسیدم، بی کسم کردید و اشک از چشمه خون مال و مالم. اکبرم کشتید و اون و جعفر و عباس و قاسم، این منم که از ظلمتان چون طایره بشکسته باد. خداحافظ من. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. دست دعا دارم سوی آن خدا که نیست الهی جز او، بی انتها مهربان، بخشاینده بی تا آشنا، روزیده بخشاینده یاری کننده، گستراننده دانا توانا، ایمنی بخش یکتای پیدای بینای زیبای تغییر ناپذیر، جبرانگر داور یاور با وفا، ای شنونده دعا سزاوار حمد و ثنا،
آگاه بی خطا شکیبا بی همتا نگهبان جانها چاره ساز دلها مالک دو دنیا همواره بخشنده آبرو دهنده جان ستان جان فضا تو بپذیر رهنما عشق بی انتها ای پوشاننده همیشه پاینده ای نور تابنده از ازل تا ابد زنده گردآورنده آفریننده هستی بخش دل سوز فرزانه هویدا یابنده گرداننده نگهدارنده صاحب بخشش و دانش نیکوترین صاحب و دارنده فرمان روای آمرزنده بی نیاز از عالم و بالا برنده یگانه جان بخش نخستین و واپسین شکافنده ذره ها بالا جاودان نور ایمان آرامش جان دادار بی نظیر زمین و زمان از او نشد ستم هرگز بر جن و آدمیان خداوندا بادا بهترین درودت بر آن بهترین مخلوقات تو احمد و خاندانش از دل آسمان بیکران همواره مدد کن تا در راه تو بیاری هر نگاه تو تا ابد برسد پیغام او تا نیفتد از زبان ما